آپرکات سابلیز، دوتا رباتی که هیچ وقت به همدیگه رحم نکردن تو بازی قبلی. ببینیم که مخزن فلمتروور در مقابل یک تیغه بی امان چطور مبارزه میکنه. ببینیم که مسابقه چطور پیش میره. 3 2 1 بریم ببینیم داستان چطوریه. سابلیز هنوز اول کار میسنجنم دیگه. ضربه طوفانی بود، ضربه طوفانی بود. نگاه کنین چرخ و فلک به سبک سابلیز. ضربه رو نگاه کنین، ضربه رو نگاه کنی. فلمتروور منفجر میشه. سابلیز مخزنشو تقدیم به آسمون میکنه. وای بر من، نگاه کنی دست از کار نمیکشن. این مسابقه محشر تیکاشونه. اینه لگو داره کنده میشه اما هنوز انگار نه انگار. امسال رباتا بی‌نظیر بودن. به نظر میرسه که نسخش پیچیده میشه. بله بله، آپرکاتو تو صورتش میخوره، انگار ناک اوت میشه. آپرکات ضربه رو طوفانی میزنه. داور شمارش معکوس رو میشماره. فوق‌العاده بود. تشکر میکنیم از دوست مهربون لورنژادمون. نگاه کنین فیلیپینی میزنه تو آسمون. مسابقه بعدی میبینمتون.